السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شب قدر یکی از پرفضیلت ترین و بابرکت ترین شبهای سال می باشه. الله تعالی یک سوره مخصوصی را درباره شب قدر نازل فرموده و فضائل و برتری شب چنین بیان میکنه: انا انزلناه فی لیلة القدر. یقینا ما قرآن کریم را در شب قدر نازل فرمودیم. نزول قرآن کریم که بزرگترین کتاب الهی و با فضیلتترین کلام پروردگار است، در این شب ارزش و مرتبه و مقام بسیار بلند دارد. و همچنان در ادامه آیات الله می فرماید: لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر بهتر است از 1000 ماه. 1000 ماه که در او شب قدر نبوده باشه، عبادتی را که چند ساعت انسان در شب انجام میده، این بهتر است از عبادتی 1000 ماه. و همچنان می فرماید: تنزل الملائکة و الروح. ملائکه به کثرت در شب پایین می شوند و همچنان بزرگی از ملائکه جبریل به اجازه پروردگار به خاطر احترام و تقدیر و همچنان آوردن پیام‌های الهی و تقدیر مخلوقات به کثرت ملائک نازل می شوند. و همچنان الله می فرماید: سلام هی حتی مطلع الفجر. این شب سلامتی است، سلامتی از گناه، سلامتی از آتش جهنم. و الله تعالی همه ما شما را سالم نگه بداره از تمام آفات و امراض و گناه ها و معاصی. و رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد این شب می فرمایند: من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شب قیام کرد، استاد شد و عبادت کرد، الله تعالی گناه های گذشته از او را به خاطر امی قیامش می بخشد. و رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تشویق می کردن، ترغیب می دادن شب قدر در ده اخیر رمضان به خصوص شبهای تاقی از او تلاش کنند. تحروا لیلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان. یعنی شما تلاش کنید، سعی کنید دریافت شب قدر در شبهای تاقی ده اخیر رمضان. و رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تنها خودشان ده اخیر شب بیداری میکردن، قیام میکردن و زیاد به جدیت عمل میکردن، بلکه حتی خانواده خود هم بیدار میکردن برای احیا و شب بیداری و زنده نگهداری شبی قدر. اعمالی را که بعد این شب یک مسلمان انجام بده، بیشتر ترکیز بالای دعا داشته باشه و به خصوص دعاهایی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت شده، از جمله دعایی که به همسر محبوبشان تعلیم دادن که در این شب گفته شود: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اله تو ذات عفو هستی، بخشنده هستی، در میگذری از گناه ها، دوست داری، پس مرا مورد عفو و مغفرت قرار بدی. و همچنان زیاد تلاوت قرآن کریم داشته باشیم، نمازهای نفلی و اذکار: سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر و غیر اذکاری
که در هر وقت خوانده میشه و گفته میشه در این شب به کثرت خوانده شود و همچنان صدقات و خیرات در این شب بیشتر داشته باشیم، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث میآید بسیار جواد و کریم بودند، به خصوص در ماه مبارک رمضان، به خصوص زمانی که با جبرائیل ملاقات میکردند و ملاقات پیامبر صلی الله علیه وسلم با جبرائیل در شب بود به خاطر مدارسه قرآن کریم. از این لحاظ صدقات و خیرات هم در این شب انسان فراموش نکنه و بسیار با جدیت ایره داشته باشه. و همچنان شب قدر با عفو و درگذری، تسامح، بعضی از شب قدر قیام میکنن، عبادت میکنن، اما با مردم دشمنی دارن، خفه هستن و مدتها از یکدیگر جدا هستن، به یکدیگر سلام نمیتین. از این لحاظ متوجه بوده باشن که عبادتی از اینها در ثوابش کمی میآید، کاستی میآید. چرا اینقدر تلاش های خود انسان به هدر بتیه؟ یعنی یکی از اعمالی را که در این شب انجام میتیم با کسایی که قطع رابطه داریم، قطع رابطه را ختم کنیم، ارتباطی درستی با مردم قایم کنیم، چون امی تسامح، عفو و درگذری و جبین باز، تبسم و شاد کردن قلب یک مسلمان، این خودش صدقه است، کاری نیک است و باز به خصوص در این شب. و همچنان کسایی که مریض هستن اونها را خبر گرفتن، به خصوص از اقربا نزدیک رفته اونها را خبر بگیریم و چی از راه دور از طریق تماس خبرشان بگیریم و در حقشان دعا بکنیم، دعای خیر، دعای شفا. این هم خودش یک بزرگترین عبادت هست در این شب ما داشته باشیم. و شب قدر در ده اخیر مبارک رمضان می باشه، بخصوص شبهای طاق و البته اقوال مختلفی ذکر شده بنا به نصوصی که وارد شده یا ادله‌ای که وارد شده. بعضی ها شب 21 شب قدر گفتن، بعضی ها 23 و بعضی ها 25 و بعضی ها 27 و بعضی ها 29 و محققین از اهل علم به این رأی هستند شب قدر انتقال میکنه در هر سالی. یک سال مثلا اگر 21 بود، سال دیگری شاید 27 برای یا 25. و مخاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم ده اخیر ماه مبارک رمضان گفتن غنیمت بشمارین، تلاش کنین، سعی بکنین و خودشان هم این کار میکردن و اهل و فامیلشان هم بیدار میکردن به خاطر درک کردن یا قیام شب قدر. و بعضی نشانه ها علما ذکر کردن در مورد شب قدر یا شناخت شب قدر. از جمله گفتن شب قدر یک شب بسیار پرسکون و آرام، نه زیاد گرم می باشه و نه زیاد یخ، و همچنان شبی بسیار با هیبت، چون ملائک به کثرت در این شب نازل میشه، حتمی هیبتی از ملائک و همچنان رحمت پروردگار که از حد به اندازه در این شب زیاد می باشه. از این لحاظ شب پرسکون و بسیار شبی معتدل و نرمال می باشه. مهم است که ما ده اخیر ماه مبارک رمضان عبادت داشته باشیم، سعی کنیم، تلاش کنیم، به خصوص شبهای طاقشه، تا میشه که الله تعالی به سبب امی قیام تمام گناه های ما را ببخشه و همچنان الله تعالی ما را مورد عفو درگذری قرار بده و از جمله بنده های صالح و مخلص قرار بده از اهل بهشت. و الله تعالی عبادات از همه ما شما قبول بکنه و توفیق مزید برامون نصیب بکنه. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد.